سلام، به این ویدیو خیلی خوش اومدید. اگه داره این ویدیو رو میبینید یعنی اینکه من تمام ویدیوهای چنلمو پاک کردم. حالا به چه دلیل؟ به خاطر الگوریتم یوتیوب. چرا؟ چون که ویدیوام کم بازدید میخورد. اولین ویدیو توی 1 ساعت وقتی 2 تا بازدید بخوره چیز زیاد باهایی نیست، ولی خب برای اول کار خوبه. ولی خب پس ویدیوی قبلی چی میشه؟ یه هم ویدیو گرفتم و پابلیکشون حتی نکردم. خیلی ویدیو گرفتم ولی خب ادیتش یا نکردم یا ادیتش کردم ولی نذاشتم. پس چون که تازه واردم، پس چون که این سیزن قبلی بود و اون سیزن قبلی رو به عنوان سیزن 0 بگیرید، سیزن 1 از دوشنبه هم امروز شروع میشه. پس یا ویدیو یک شنبه داریم که البته همین امروزه که شما دارید ویدیو میبینید، یا دوشنبه یا هفته شنبه. پس حالا قراره که ویدیوهای چجور باشه. ویدیو قراره به سبک قبلیش باشه ولی سعی میکنم بیشتر کار کنم، یعنی به جایی که من بشیم 10 دقیقه ادیت کنم فقط کات کنم و زیر میز بذارم، یه کوچولو چیز میز جدید اضافه کنم که بیشتر رو توی زحمت بکشم به ادیتش توی ویدیو، خود ویدیو، و که شما سر نشه وقتی ویدیو رو میبینید. و کلی چالشه دیگه من با چه چالشه جدید که هیچ کس نرفته، یعنی هیچ کس اصلا گفته چه چالشه. البته قرار باید دوستان